با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستای خودم. با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم. تو این بحث و در این آموزش می‌خوایم ببینیم که چطور میتونیم دیسک‌های خودمون رو بررسی کنیم، سلامتشون رو ببینیم چه جوریه و کلا وضعیت دیسکامون رو روی سیستممون دوستان بررسی کنیم. حالا چه دیسکمون از نوع هارد اکسترنال باشه چه اینترنال فرقی نمی‌کنه. یکی از این ابزارها که خیلی شهرت داره، همه ازش استفاده میکنن، ابزاری هست به نام کریستال دیسک اینفو دوستان، که حجمش خیلی کم هست، هولوش 5 مگ هست، میتونید از روی اینترنت دانلودش بکنید. بعد از نصب دوستان لیست دیسک‌های شما رو برای شما میاره. نگاه کنید الان من 4 تا دیسک دارم و الان ملاحظه میکنید C و G من برای یکی از دیسک‌های من هست، D من همینجور، E و F من روی یکی از دیسک‌های دیگه من و J هم هارد اکسترنال من هست. نگاه کنید دوستان، از ابتدا شروع بکنیم. این دیسک من از نوع NVMe هست یا همون هاردای از نوع SSD. فضایی که داره 512 گیگ هست. میزان رید و رایتش رو تا الان برای من اینجا آورده و میزان این که حالا چقدر این دیسک حالا استفاده شده به ساعت هم دوستان به شما میده. پاور آن آورز ملاحظه میفرمایید چند ساعت تا الان استفاده شده و درایو های C و G من هم دوستان در از همون درایو هایی هستن که در از این دیسک منو تشکیل دادم. دیگه چی؟ وضعیتش 98% سلامت داره و بقیه موارد که دوستان اینجا خیلی راحت میتونید در موردش اطلاعات به دست بیارید. دیسک بعدی من COD هست، ببخشید D هست، از نوع هیتاچی هست، دوباره اینم 500 گیگ هست، وضعیتش گود هست و مثلا دورش دوستان روتیشن ریتش 7200 هست، RPM یعنی تعداد دور در دقیقهش 7200 هست. دوباره دیسک دیگه دارم که درایو های E و F من شاملش میشن، از نوع ساتا هست. خدمتتون عرضم که میزان عمرش رو به ساعتش نوشته، اینا به ساعت نوشته 4484 ساعت. بقیه موادش هم میبینید و آخری هم حتی دوستان دیسک اکسترنال من هست که شما این دیسک اکسترنال من رو میبینید که از نوع وسترن دیجیتال هست، 2 ترابایت هست و بقیه مواردی که در موردش میبینید و ملاحظه میفرمایید. پس با این نرم افزار خیلی راحت میتونید مشخصات دیسک شما خودتون رو، میزان سلامتش رو، اینکه حالا چقدر عمر کرده این دیسک و بقیه موارد مرتبط با دیسک رو خیلی راحت دوستان به دست بیارید. امیدوارم از این آموزش هم استفاده لازم برده باشید. تا یه آموزش دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.